گشت شفیق مرید به افغانستان و واکنش‌های جالب طالبان در مقابل وی و دیدار شفیق مرید از یتیمخانه‌های کابل، کمک وی برای مردم لغمان. در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی، ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذابمان. من مروارید عزیزی هستم. شفیق مرید خواننده و آهنگساز افغانستان می باشد. اصالتاً وی از لغمان می باشد. شفیق مرید زاده سال 1981 میلادی در ولایت زیبای باستانی کابل دیده به جهان گشود. شفیق مرید تمام نوجوانی و جوانی خود را در کابل سپری کرده است. شفیق از لیسه انصاری کابل فارغ شده است. وی از کودکی علاقه فراوانی به موسیقی داشته است. شفیق در میان دوستان و علاقمندان خود آواز میخواند و از طرف آنها تشویق فراوان شده است. شفیق مرید علاقمند سبک کلاسیک و غزل می باشد. شفیق مرید در سال 2006 به مکتب موسیقی افغانستان راه یافت و اولین آهنگ خود را به نام بی‌وفا ثبت کرد و در مدت 6 ماه در میان مردم و علاقمندان و طرفداران فراوانی برای خود پیدا کرد. تمرکز شفیق مرید همیشه بر روی کیفیت آهنگهایش بوده. وی همیشه آهنگهای میهنی می سراید. در اصل به شفیق مرید مخزن موسیقی افغانستان گفت. شفیق مرید تمامی هنرمندان تازه کار را کمک می کند تا بتواند در راه هنر رشد بسزایی بکند. شفیق مرید همیشه برای هموطنان بی بضاعت ما کمک می کند. مرید افغانستان 2 سال قبل یک بنیاد خیریه ای را به نام ریحان ایجاد کرده است که در آن بنیاد با کمک هموطنان سخاوتمند ما توانسته برای اطفال یتیم زمینه علم و دانش و سرپناه را فراهم کند. شفیق مرید در سال 2015 با دختر خانم نغمه لیمجان ازدواج کرده. در اصل ازدواج دختر نغمه با شفیق مرید بر اساس یک قرارداد بوده است. شفیق مرید برای خانم نغمه یک کمپوز تهیه کرد و در بدل یک کمپوز نغمه دختر خود را به شفیق مرید داد. شفیق مرید تاکنون دارای چندین آهنگ می باشد که تمام آهنگ های وی حماسی و میهنی می باشد. یک منبع به ما می گوید شفیق مرید در یک سفر نامنتظره به افغانستان برگشته. زمان شفیق مرید به میدان هوایی کابل می رسد توسط طالبان برای چندین ساعت زندانی شد و این کار طالبان باعث ناراحتی شفیق مرید شده و شفیق مرید به کمک موسفیدان از بند طالبان رها شد. اما تا اکنون این خبر از طرف خود شفیق مرید تایید نشده است. به هر صورت ما برای این هنرمند توانا و موفق کشور آرزوی پیشرفت‌های چشمگیر داریم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را راجع به این دستگیری شفیق مرید از سوی طالبان در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درودی دیگر، بدرود.